اینجا کاخ گلستانه، یه کاخ تاریخی وسط بازار، جایی که ترکیب عجیبی از شاهنشاهی و چونه زنی سر قیمت خیارشوره. ورود به این کاخ مثل سفر توی ماشین زمانه، با این تفاوت که به جای سفر به آینده مستقیم میری تو دل قاجار. آقا محمد خان پایه‌گذار اینجا بود، ولی ناصرالدین شاه اون رو به سبک خودش تزیین کرد. یعنی هرچی آینه و کاشی خوشگل بود آورد و چسبون به در و دیوار که بگه ببینید من چقدر خوش سلیقه‌ام. اصلا همین ناصرالدین شاه اولین شاهی بود که دوربین دستش گرفت و افتاد به عکاسی از خودش، وزراش، حرمسراش و احتمالاً سفره ناهارش. یعنی اگه اون زمان اینستاگرام بود استوریاشو با اینترنت 5G هم نمیتونستی ببینی. الانم که اینجا اومدی فقط کافیه یه لحظه حواست پرت بشه. یهو میبینی یه مغازه‌دار بازار از در کاخ وارد شده، داره تو حوض وسط کاخ پارچه میشوره. بالاخره وسط بازار بودن یه سری مزیت‌ها هم داره دیگه. خلاصه کاخ گلستان فقط یه موزه نیست، یه تاریخ زنده است که از دوران قاجار تا امروز کنار هیاهوی بازار نفس کشیده. پس اگه خواستی یه سر بیای حواست باشه کفش مناسب بپوشی که اگه بعد بازی دلت هوای خرید کرد بتونی یه چرخ هم تو بازار بزنی.